شهردار دوشنبه رستم امامعلی صبح 2 مارس سال 2024 همراه معاونانش و رئیسان ناحیه‌های پایتخت تاجیکستان از یک قطار کوچه و خیابان‌های شهر دیدن کرد. با وضع پیش آمده در پایتخت در پی بارشات اخیر از نزدیک و با چشم خود آشنا شده است. تلگرام کانال رستم امامعلی خبر داد که بازدید شهردار از کوچه و خیابان‌ها با مقصد تامین فعالیت ثمرناک ساختارهای گوناگون شهرداری صورت گرفته، رستم امامعلی به معاونان و رئیسان ناحیه‌ها دستور و سپارش‌های مشخص داده است. بنا به گزارش شعبه اطلاعاتی دستگاه رئیس شهر دوشنبه، رستم امامعلی همچنین به مسئولین سپارش داده است که برای سر وقت تازه نمودن برف از نزد بنای کارخانه و مغازه و فروشگاه‌ها کار برده، برای آماده نمودن کانال و سیل پرتوها و سر وقتی تامین نمودن ساکنان با آب آشامیدنی و نیروی برق و گرمی چاره‌های سودمند اندیشند. همزمان با این سپارش داده شد که کارهای فهماندهی را میان همه قشرهای جامعه برای ثمرناک استفاده بردن قوه برق و صرفه و سرشته‌کاری تقویت بخشند. درباره برکناری مسئولانی که روز 1 مارس سببگار قطع انتقال برق و آب و از کار ماندن شبکه گرمدهی شدند و ساکنان را در یک روز سرد و پربرف در شرایط بد قرار دادند، هنوز خبری به دست نرسیده است. اما ماه ینور سال 2023 وقت دوشنبه در پی بارشات برف دچار یک بحران در مقایسه با باران روز 1 مارس خیلی کوچکتر شده بود، رستم امامعلی رئیسان 3 ناحیه پایتخت را به سبب ناآماده‌براری و ناآمادگی به فصل زمستان از منصب‌هایشان برکنار کرده بود. بازدید رستم امامعلی از کوچه و خیابان‌های پایتخت در حالی است که این قریب یک هفته باز با وجود آب و هوای فوق‌العاده سرد و باریدن برف در شهر دوشنبه نیز لیمیت برق جاری کرده شده است و ساکنان میگویند بی‌برقی خانه‌های آنها را بخصوص در بناهای بسیار قبطه عملاً به یخدان بتونی تبدیل داده زندگیشان را طاقت فرسا کرده است. به بالا این روز 1 مارس سال 2024 انتقال برق به دوشنبه و نواحی اطراف آن برای قریب 3 ساعت قطع شد و در پی این شبکه گرمدهی از کار ماند و در بسیاری از بناهای بسیار قبطه انتقال آب نیز قطع گردید. تا حال نه شرکت برق تاجیک و نه وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آب سبب قطع شدن انتقال برق را شرح ندادند، ولی منابع گوناگون میگویند به دلیل یکباره زیاد شدن استفاده نیروی برق در این روزهای سرد، یک زیرزگاه نیروگاه نورک به چنین فشار زیاد تاب نآورده دچار صدمه شده است. به مشکل بی‌برقی و بی‌آبی در دوشنبه راه‌های پربرف پایتخت مشکل بیشتری زم کرده است. شب 1 به 2 مارس سال 2024 با سپارش شهرداری دوشنبه رستم امامعلی، کارمندان یک قطار مؤسسه‌های دولتی به تازه کردن کوچه و خیابان‌های پایتخت سفربر کرده شدند.